بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنانی که ما را از این دریچه و پنجره مجازی میبینند و همراهی مینماید. از آنجایی که ما با مشکلات های متعدد مواجه هستیم، بنده به عنوان یک عضوی از این جامعه این را وظیفه خود دانسته تا در مورد یکی از آن مشکلات ها برای شما معلومات ارائه نمایم. امیدوارم که گرهی از مشکلات شما را حل نموده و مورد توجه شما قرار گیرد. موضوعی که می‌خواهم با شما صحبت نمایم به صورت گام به گام و مفصل می باشد و کوشش نهایی خود را میکنیم که در آینده در این قسمت با کدام مشکل مواجه نشوید. موضوعاتی که ما میخواهیم در مورد آن با شما صحبت نماییم در مورد اخذ جواز از وزارت صنعت و تجارت، ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری در افغانستان می باشد که شامل اخذ جواز، ثبت علائم تجارتی یا همان لوگو، اخذ پاسپورت تجارتی، اخذ نمایندگی در ولایات و خارج از افغانستان، ویزای دعوت متخصصین خارج از افغانستان، انحصار واردات اجناس خارجی در افغانستان، خرید و فروش شرکت‌ها و جوازها، انواع جواز شرکت‌ها، اخذ جواز شراکت، اخذ جواز انفرادی، چگونگی تمدید جواز، چگونگی فسخ یا لغو جواز، تغییرات در جواز، اخذ جوازهای گروپ آف کمپانی و اخذ جواز جوین ونچر. فعلا در وزارت صنعت و تجارت در ریاست ثبت مرکزی و مالکیت فکری تقریبا در حدود 30 تا 35 سکتور جواز به صورت عمومی توزیع و صادر می‌گردد و هر فعالیت و سکتور شامل سکتورها و سکتورهای فرعی زیادی هست. ما سکتورهای اصلی که فعلا در وزارت صنعت و تجارت به آن جواز صادر می شود با شما شریک و در میان میگذاریم و بعداً در مورد هر کدام مفصلاً توضیحات ارائه خواهیم کرد. جوازهایی که در وزارت صنعت و تجارت صادر می گردد شامل جوازهای ذیل می باشد: جواز شرکت تجارتی یا همان صادرات و واردات، جواز شرکت خدمات لوجستیکی، جواز شرکت ساختمانی و سرکسازی، شرکت ترانسپورتی، شرکت خدمات کارگو، شرکت خدمات پستی و یا پست رسانی، شرکت استخراج معادن سنگ‌های قیمتی، شرکت استخراج معادن مواد ساختمانی و زغال سنگ، شرکت استخراج مواد نفتی، شرکت خدمات مشورتی، شرکت خدمات مالی و یا تفتیش مالی، شرکت خدمات آبرسانی، جواز شفاخانه‌های خصوصی، جواز کلینیک‌های خصوصی، جواز پوهنتون‌های خصوصی، جواز مکاتب خصوصی. البته جوازهای پوهنتون‌های خصوصی فعلا صادر نمی‌گردد. جواز رستوران‌ها و خدمات هتلداری،
شرکت خدمات برق‌رسانی، شرکت خدمات پاککاری و تنظیفی، شرکت خدمات بازاریابی، شرکت خدمات آنلاین، خدمات بانکداری، شرکت ترانزیتی و بارچالانی، شرکت هوانوردی یا ترانسپورت هوایی، شرکت ساخت قطار و خط آهن، شرکت برگزاری مسابقات ورزشی، شرکت خدمات تکنولوژی و مخابراتی، شرکت خدمات توزیع اینترنت، شرکت خدمات توزیع کردیت کارت ها، شرکت های صنعتی و تولیدی، شرکت ذوب آهن، شرکت تصفیه مواد نفتی، شرکت حفاری چاه آب، شرکت خدمات امنیتی، شرکت کرایه‌دهی وسایط زرعی، شرکت تولید مواد نفتی. اینها سکتورهایی می باشد که از وزارت صنعت و تجارت، ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری به این سکتورها جواز صادر می گردد که هر بخش آن دارای سکتورهای فرعی می باشد که برای شما به صورت مفصل و واضح توضیح خواهیم داد. اولا در مورد اخذ و چگونگی اخذ جواز تجارتی یا همان جواز صادرات و واردات توضیح خواهیم داد. برای اخذ جوازهای تجارتی اسنادهایی که لازم می باشد: تذکره تابعیت کاغذی و الکترونیکی. تذکره کاغذی باید مصنع نباشد. در صورتی که مصنع باشد شخص باید از وزارت صنعت تجارت ریاست ثبت مرکزی و مالکیت فکری از بخش معلومات استعلام عنوانی ریاست ثبت احوال نفوس استعلام اخذ نمایند و بره از ریاست ثبت احوال نفوس جواب استعلام خود را بیاره. و همچنان تذکره الکترونیکی باید از بخش معلومات وزارت صنعت تجارت استعلام اخذ شود و عنوانی ریاست ثبت احوال نفوس مراجعه کنه و جواب استعلام و تاییدی تذکره خود را از آنجا بیاره. و همچنان کسانی که میخواد جواز تجارتی اخذ نمایه باید قرارداد خط دفتر یا واسطه راهنما داشته باشد. اگر قرارداد دفتر یا واسطه راهنما را از دفتر راهنمای معاملات گرفته باشد نیاز به تاییدی ندارد. در صورتی که همراه صاحب مارکت یا صاحب جایداد به صورت مستقیم قرارداد نموده باشد با سند عرفی، در این صورت نیاز است که از بخش معلومات ریاست ثبت مرکزی استعلام عنوانی ریاست ناحیه مربوطه استعلام اخذ نمایند و به ناحیه مربوطه مراجعه نمایند. از آنجا ناحیه مربوطه احکام میکنه سر وکیل گذر همان منطقه مربوطه، وکیل گذر همان منطقه مربوطه که دفتر در آنجا موقعیت داره جایداد همان شرکت تایید می نماید و دوباره استعلام راجع میکنه به ریاست ناحیه مربوطه. ریاست ناحیه مربوطه از برحالی وکیل گذر خود تایید نموده و استعلام روان میکنه به ریاست ثبت مرکزی و مالکیت فکری. مسئله بعدی، کسی که جواز تجارتی میگیره باید اکانت بانک داشته باشه و مبلغ 500,000 افغانی یا همان 5 لک افغانی تضمین در یکی از بانک های افغانستان تحویل نماید.
مسئله بعدی اخذ سیم کارت به اسم شرکت است و همچنان اخذ پست بکس یا آدرس پستی برای شرکت و همچنان 4 قطعه عکس لازم است و حضور خود اشخاص، کسانی که میخواهند جواز از ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری بگیرند، حضور خودشان ضرورت است. و بخیر معلومات در قسمت های بعدی انشالله برای شما به صورت مفصل و واضح توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.